اسنادی که خانواده سبحان احمدجان به دست آورده اند بیماری او را تایید میکند و جزئیات مبارزه او با درد روده و ستون مهره را در سن 23 سالگی نشان میدهد. با گفته برادرش 3 سال است برای طبابت او تلاش میکند. کارمندان کمیسریات حربی سبحان را 1 هفته پیش به زور با خود بردند. او را از مرکز ناحیه شمس‌الدین شاهین به عسکری گسیل کرده اند. برادرش دعوا دارد که این گسیل‌کنی به صورت غیر قانونی انجام شده است. پارین سال بردم و این کماتی ناحیه شمس‌الدین شاهین جوابش دادم. دیدم هم بیماریش جوابش دادن. امسال جوابش ندادم بیام خیلی بردم پریاموی رویش کان رفته دختر چیدا چاستا. یک اونجا دکتر نگذار ما در قفاش بودم در دانی داری و این کمان دومایج و این کمان در قرغان هم بودیم قرغان در بودن دکتر رو در مراجعت کردیم گفتم مدت نگذارونن کمیسیا. سبحان 1 هفته می شود در ولایت سوخت خدمت حربی می کند. خانواده وی از کارمندان کمیسریات به دادستان حربی شکایت کرده اند. حتی سند پزشکی توسط خانواده به دست آمده است توصیه خوراک خاص را برای سبحان نشان می دهد. دکتر در آوردن که اوجا رنگین اوزی چی ندارن خیلی اپارات من خودم درام دیدم امو 2-3 قوازی چیش امو رنگینوش دیدن هک یورا پولنی دیدگی نیستن انا و دکتر آوردگیشون میگه که همین میشود چی در نکی در چی خدمت دوره مقصد میگذره میروه او با چی متخصصی گذراندگی ایده ممکن نیست. سبحان 2 روز پیش عکس‌های خودش را با لباس نظامی فرستاد. نزدیکان و همدیگان به این عکس می‌نگرند و به بیمار بودن او تاکید می‌کنند. ای سالی که امی کم میونش گریجا بود. اون گریجا استوستین امی بچه درماندی شد. کسالی شد. این امی 1 روز سوز بود 1 روز کسال 1 روز می اومد خواب 1 روز بدور. کسالی بود. امی خیلی که امی به چی گرفته بودن امی خونه. مادر سبحان چند سال پیش فوتیده است و او در تربیت پدر و برادرش بوده است. برادرش معتقد است که اگر سبحان صحت بود هیچ اعتراضی برای خدمت حربی او وجود نداشت. در نتیجه 1 نسخه از حجت بهداشتی سبحان را دریافت کرده شکایت برد. در دادستان حربی کلاب تصدیق کردند که شکایت این خانواده را بررسی دارند. در حکومت ناحیه شاهین گفتند که آنها افراد بیمار را به خدمت جلب نمی‌کنند. رئیس این ناحیه در یک صحبت کوتاه تلفنی گفت که این قضیه را بررسی می‌کند. ناحیه شمس‌الدین شاهین طی چند سال اخیر در روزهای اول دعوت نقشه را اجرا می‌کرد. اما طی 1 سال است که نقشه دعوت به ارتش را در اول موسم اجرا کردن نمی‌توانند. تا نیمه ماه نوامبر این ناحیه نقشه دعوت را 61% اجرا کرده است. محمود جان احمدزاده، آزادی، ناحیه شمس‌الدین شاهین.